بالاخره بلندترین تاوره این پروژه مسکن میگم لانچ شد. با من بیا. 85 طبقه دقیقاً بر بزرگراه شیخ زاید. این تاور کلا فول سی ویو، جلوش هیچ ساختمون بلند مرتبه نیست. قبلا هم خدمتتون گفته بودم از بزرگراه شیخ زاید 2 تا پل به صورت مستقیم دسترسی به داخل پودیوم این پروژه ایجاد میکنه. 2 طبقه شاپینگ مال داره که از نظر مساحت با مارینا مال برابری میکنه. 10 هکتار زمین پروژه است، 2.5 هکتار فضای امنیتیشه. این 4 تا برج تقریبا سولد اوت شده و تنها الان بهترین موجودی واحدها رو ما در این لانچ جدید داریم. شرایط پرداخت فوق‌العاده‌ای داره. یعنی چی؟ 40% رو شما در کل پروسه ساخت پرداخت می‌کنید و 60% در زمان تحویل پروژه. و برای سرمایه‌گذارانی که از طریق وام میخوان این پروژه سرمایه‌گذاری کنن بسیار شرایط ایدئالی رو فراهم کرده. فرصت رو از دست ندین، خیلی مدت این شرط پرداخت محدوده. این پروژه تمام نکات کلیدی که یه سرمایه‌گذاری موفق نیاز داره رو پوشش میده. اولیش لوکیشن استراتژیک این پروژه است، دقیقاً در کنار بزرگراه شیخ زاید در مسیر حرکت مرکز ثقل دبی قرار داره. فقط 1200 متر تا دبی آی قرار داره. نزدیکیش به پورت جبل علی که پتانسیل های پورت جبل علی رو نباید دست کم گرفت که بسیار اثرگذار هست در موضوع عرضه و تقاضا، چه برای اجاره چه برای خرید فروش این پروژه. نزدیکی ایستگاه مترو، 2 طبقه شاپینگ مال، دسترسی مستقیم از بزرگراه شیخ زاید به داخل پودیوم این پروژه با قیمت‌های بسیار استثنایی و سرویس چارج بسیار پایین که نرخ بازگشت سرمایه رو برای شما به شدت میتونه افزایش بده. برای اطلاعات بیشتر کافیه فقط عدد 26 رو برای من زیر این پست کامنت کنین یا با شماره زیر از طریق واتساپ با من سیامک در ارتباط باشید.